افسانه جمونگ. 108 سال قبل از میلاد حکومت گوچوسون به عنوان یک امپراتوری بزرگ در کره حضور داشت که به مدت 2100 سال در این شبه جزیره حکومت کرده بود. حکومت گوچوسون طی یک سال جنگ طولانی علیه سلسله چینی هان که ارتش آنها مجهز به تجهیزات آهنی قوی‌تری بودند منقرض شد. پس از جنگ سلسله هان در سرزمین پهناور گوچوسون حکومت‌های لگان، جیتفان، لینتان و هیونتو را به وجود آورد. آوارگان و مهاجرین گوچوسون در همه جا پراکنده شده بودند. برای مقابله با آزار و اذیت ارتش کشور هان، گروه‌های مخالف ارتش هان شکل گرفت و این گروه‌ها باعث وحشت ارتش هان شده و با آنها به مقابله پرداختند و هموسو در مرکز این مقاومت بود.